غیر از درگاه خدا دیگه کس ما نداد شد متفلک خدا بفروشم به خاطر نفقه خرج خانه خود. کلیدهای مغازه‌شان باشن تسلیم میکنیم. مشکل ما رو رفع کردین دیز زمستان سر خود ما به سرپناه بدیم ما رو به سرپناه ساختین بر ما یک جهان تشکر بازم. بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام خدمت شما دوستان عزیز. دیبا جان است کسی که مادرش به خاطر فرط فقر بیچارگی دخترک خودم میخواست با مبلغ 15-20 هزار افغانی بفروشه، ولی شما دستگیری کردین، کمک کردین. امروز مغازه را که شما در حقیقت به من میبینین دوستان مربوط دوستان است که کمک کردن و به فامیل دیبا جان امروز تسلیم داده میشه و شما سرنوشت این دخترک نجات دادین. مغازه را که شما مشاهده میکنین مربوط این فامیل بی بضاعت است. در ضمن 6 ماه است کرایه خانه باقی دار بودن که ماه 5000 افغانی میشد، 30000 تمام شد کرایه خانه اینام و همچنان مبلغ نزدیک به 50000 افغانی به این فامیل تسلیم داده شد، مواد خوراکی دیگه به خاطر خرج زمستانشان. و در ضمن مغازه را که شما مشاهده میکنین ان شاء الله این امو صدقه جاریه است تا وقتی که اینا از این مغازه استفاده میکنن در حسنات شما حساب میشه. دیبا جان خوب هستی؟ حال خوش هستی دیگه؟ بخیر؟ بله خوش. این مغازه که از شما هستی دکان. تشکر باشه. بلال جان خودتون خوش هستی؟ بله چرا نه؟ میخوای داخل مغازه رو ببینیم چی هست؟ بله. خاص هست. دوستای عزیز در کنار مادر دیبا جان هستیم و کلیدهای مغازه‌شان باشن تسلیم میکنیم. با فرمایش شما. یک جهان تشکر از کسی که به ما کمک کرد، یک جهان تشکر از این برادرایم که زحمت کشیدین، بسیار تشکر میکنم. یک جهان تشکر که مشکل ما رو رفع کردین دیز زمستان سر خود ما به سرپناه بدیم ما رو به سرپناه ساختین بر ما یک جهان تشکر بازم. و دیباگک حال خودم گفتنی خو نداری؟ خوش هستی؟ بله خوشم میاد. درس نمیخوانی دیگه؟ بله میخوانم. و بلالک ما چطور خوش هستی؟ بله چرا خوش نباشم. زنده نباشین بخیر باشین. دوستای عزیز اگر شما میخواین فامیلای بی بضاعت دیگه نیز کمک کنین، دستگیری کنین، اکانت نمبرهای ما روی صفحات تلویزیونتون است. در ضمنش اکانت نمبر اروپای ما همچنان اکانت نمبر داخلی ما میتونیم که شما است کمک کنین و شماره واتساپ نیز در خدمت شماست. در این هوای سرد زمستان فامیل‌هایی که واقعا مشکلات زیاد داره را فراموش نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.